بذار چی با پرتاف نمیدونم. اگر افیر رفته است باشه یکون کس یک خبر بتین دوام بتیم گپمونو. درود هموطنای عزیز، دوستا، برادرها، تمام بینندگان. امیدوارم که همه کس خوب، صحت، سلامت و سربلند باشین. راستی اگر افیر نکنیم بگیم که نمیشه. سفر کاری امام علی رحمان سفر کاری بوده است نه یا من خیال کنم خربزاری رفته است و ناحیه مسجد بود که جا بود اونجا رفته است. اگه کم ترک گپی را کمینتیر بود میکنیم دیگه علاج نیست. باور کنین دوستای عزیز. امام علی رحمان میگه که در وقتش دهخانو همین خربزار رو یارم قدیمی خوردن. خیلی دیگه خیلی چیزو نبود، میگه گوشت خیلی چیزو نبود. یکی هم مردم میخوردم خربزه میخورد نون قطعی تمام دیگه اگه اون چی نبود میگه دیگه خیلی چیزو نبود که میگه وزیره باری گوشت خیلی سری پری نبود که میگه ده. امام علی رحمان جون تا گردم هیچ خونه ملت با خونه پدرت سراو نیود نکرد، یعنی که برابر نکرد. خدا رحمتی پدری من هم غلیطه بود و مادری من از شما یه سال مایده. یعنی که اون چیزی که او میخوردن، او گوشتی که او میخوردن، اگر که گوسفندی که او خوردگه اگر گرگ دمه دادی گرگ دوله نمیشید میمورد. گرگ و تاری گوشت خوردگی نیست. واقعا راست شیرینی قند قنفید کمتر تنقیسی بود. من سوال کردم در این مسئله و چما که یکی هم سال زمان شما در خوردنی نبودی چی و و تمام و چما خودت 55 سال امام علی جان تا گردم. شاید پدر خودم خیلی یک آدم بیناموس بود. همون شکر و ولچه پلچه قد شکر و کده بیچوران هم مادرت یا بلا کده شما را کلان کده گیه. یکی تخم و گوشت مسکه و قیماق شیر قطیقه که پیشک نمیخورد سال زمان ده. مادرم میگه که ما گریه میکردیم که نمیخورم گوشت، نمیخورم قطیق، نمیخورم قیماق، نمیخورم. ما در قند بیاریم قند میخوریم. قند شیرینی میگه میخواستیم بخوریم. یکی خود دایم امام علی جان ما میبینم اما از شرایط خونه خودت میگیری و خونه ملت بها میتی. نمیدون تای انگور برای میگوی که انگور دیخونو وقتش فقط انگور نون میخوردن دیگه هیچی نبود. شاید امام علی در خونه شما هیچی نبود. دوزی بعد از همین کلمه های تو خطا میگن که بچه شریف قلقی من راستی سمنیوت کرده ایستادم. برای چی؟ برای که خونه قلق به گوشت و به روغن دنبا و به میگم که هر هفته خونه ما گوسفند میکشتن. حتی که من یاد دارم همه هر هفته گوسفند میکشتن. با مبیناش دا گو هم کشته می ایستادن. مبیناش دا کم بغل ترین قلق گفتگی همون سال زمان ده 70-80 تا گوسفند داشت، یعنی مالی مایده 10 تا 15 تا گوی کلان 20 تا گوی کلان داشت. او را کم بغل بیچاره میگفتن. میگفتن بیچاره نوخونه حالی چی نداره، نه اون همه قره گوسفند داره. خانه بابای ما 4000 و 5000 و 3000 گوسفند داشتن. 700 و 800 و 600 گوی کلان و چی داشتن، شاخدار داشتن. من نمیفهمم امام علی جان خودت کدام دور ده تولد چیدگی 34 نه یا که
همون قدر اوتاد بناموس بود که بگیم که خونه تندنانی خوردن نداشته. بیا جان تگردم هم گیخته بخه خونه مردم چقه نشه. خونه مردم ده هیچی نبود، خوردنی نبود، گوشت نبود. یعنی بیا یه افسانه تا نخون جان تگردم. خونه مردم ده همه چی بود. او هم خونه ختون ده نبوده امام علی جان. برای همو خونه ختونه به خونه مردم سراغ نمید نکرد. خونه خته به خونه مردم سراغ نمید نکرد امام علی جان. حتی که همین 90 که ده گروه خستین بین ختون جنگ دوختین جنگ کردین تنقیسی نون بود. این چیزی که در مغازین است که همون شکر، قند، چای، نان همه چیزا تنقیسی شد. نه که گوشت تنقیسی نبود. گوشت پرابلم نبود، تخم پرابلم نبود. برای که داشت مردم مال. امروز مردم گوشت گفت هم گپا در تلویزیون میبینن. تو کجا از خونه خودت میگیری خونه مردم بها میتی که خونه مردم چی زندگی داشته چی زندگی نداشت. تو از کجا میدونی؟ تو هم رنگ تشریف کردیستی با خدا قسم همین را بگیره منتش کنین همون چیزی تشریف مونین. تشریف میگه که در همه حرفا شعر میدونه میگه. بعد میگه در ا میدونی میگه انگور ما شیرین است قند اصل برین است. میگه در ب میدونی میگه بیش ده میدونم. میگه بانگوری ما شیرین است قند اصل برین است. خیلی میگه که د میدونی میگه دانگوری ما شیرین است قند اصل برین است. میگه ه میدونی میگه هنگوری ما شیرین است قند اصل برین است. این حوزی همین امام علی رحمه باور که چه رنگ تشریف کرده ایستاده است. همه چی ده اقلق دنوای همه چی را میدونه. همه گرد اطرافش بوده. اگه شما هم گشنه بدین هم خرنگ خونه امام علی بد خونه تون هم خیلی خونه گشنه بده. همین مادر ما سویتسکی همین مردم سویتسکی همین ای مردم همه تون میدونین کدومید گشنه بدین کدومید سری پلوز در رفته همون پلک در خوب رفته خربزه را خیرنگ موی سر میبفتن قاق کده قبچه قنارو قطی خرو دا بور کده رایون میفرووردن مردم میوردن. کدومید گشنه بدین شما؟ تو سال 95 97 تاکینمی کسافت سوگن یاد کرد اولین بار پرزیدنت شد. فروختن شیر فروختن تخم در بین مردم تاجیکستان زپدلا بود که تخم فروشی عیب ایت تخم فروشی عیب بود یا نه مردم خطون مردم تاجیکستان میدونین همون مردم خطلون زمین تخم فروشی شیر فروشی عیب بده که تخم شیرته فروشی. این مردک چی گفته سه ما نمیفهمم. ای کجا گرفته سه امام علی جون تا گردم میفهمم خونه خیتون قشاق بود اوتاد یا بناموس بود نون تو نمی آورد. رحمت با هم اوچه تاکی به شکروی اولوچگی پولچگی سوسو کده شیر قطیق دوغ پوغ ارالش کرده ایقا آوی دیگر ریخته در بلوش گفت که هم گفت شما را یه بلو کد کلون کد رحمت هم کم پیرده میدونم یا تای بناموس داشتی خط هم امروز هم را پریزنوات کردن در ایزا میکشی. نیکی خونه مردم تری نبود امام علی جون تگردم. یا تو گفتنی که تو اومدی و مردم باید شکم شای نونسیر شید. خیلی گفتنی بله او سیزونی خربزه ده فاتیر ماسکه میکردن خربزه را خیلی چی کده غوجیده ماسکه پرتوفته در درونش فاتیری گرم ریزه کده بله ایتری چیزا بود. سیاه کلچه میکردن ای تربز این چیزا بود.
بعد زمستون دا قرتو میکردم با اوسی کلچه میخوردیم. تربز خربزه را در همون سویسکی هم بلو قشلو قلقو دا خر نمیخورد. خر نمیخورد. کوچو دم تا ریختگی بود خر گو نمیخورد. نمیدونم خود از کجا اومدیم اومال جان، از کدام پلنت اومدگی جون تگردم نگوی گپورا نگو مورا پروسا دردمون میکنه که نخود تو اومدی نو باید توجیک نو ندید، نخود تو اومدی که توجیک نو گوش دادید. ای مردمی همو خطلون با خدا ای ببروی شما مرد هستین ای چی گفتیست ای وپشته توی میکدن مردم یک آدم توی کنه بز در توی بز بردن نکن بعض یا شرم میداشتن که من خیلی بز برم در تویش بقا میبردن گو میبردن گو قطعی گسلش توی ده هدیه میبردن. ای انسان ای چی گفتیست ای نه انسان شما یا بر درک کدیست ای چی گفتیست ای اوزی برامده گوسفند گفت که هم گپا خیلی بالی منی بود گوسفند بز بردن از پدلا میدانستن توی ده انسان. ای ببروین شما نمی یا ندیده این شما هم خوناتون رنگ خونه امومالی بود ما میدانستگی مردم ما میدانستگی خلق رایون واسه بگیم سویتسکی پدر مای واسه مادر مای سویتسکی هر دی همین رایون همین قشلاق همین منطقه را من میدونم. باور کنین اگر اینمی جورب قل نه طرفا لقایا بودن لقایا توی میکردن لوبوی آدمی را فیرود کنن شناسوشه یا تو لوبوی لقای را فیرود که در توی یک گوسفند یا یک گو هدیه یا اسب میگرفتن میوردن. یک گوسفند بعضی ها عیب نمیدیدن با چون که توی بگیرن برن دو تا سه تا گوسفند میوردن. بچه گفت که همون گپا همون ما را توی کردن ده همون چلبریان کردن ده سه طبقه کشتگی هن. این دلبایوب چی گفتی سای ما نمیفهمم. یا چلبریان تویش ده میرفتن مردم گوسفند میبردن فلانی نبیرش توی کرده سای چلبریان کرده سای گفته گوسفند میبردن قطیاشون گو میبردن پیش کده که نبیرش توی کرده سای گفته. بچه ای امروز اومده است میگه مردم هیچی نداشت خوردن ده فقط همین خربزه را قطعی نون میخوردن. میگه میفهمی نمیره چی گفتیسته کنیش نه علامت میکنه کنیش نه دردت میکنه که یک انسان چی گفتیستی تو. ای بچه یک بریدن دا گفتی هم گفت سه طبقه کشتگیان سه طبقه یک بز گوسفند چه حساب نمیکنیم. سه شب سه روز مردم نون خوردگی توقع دا آش دیگ جوشیدگی سه شب سه روز. بچه ما ایره حرمت میکنیم. تو قل چی میگوی میایی در اینجا گفتی هم گفت چی گپ زده استی تو مردم نانی خوردن نداشتن مردم فقط بگیم که چی میخوردن نه خربزه را قطعی نون میخوردن تمام دیگه گوشت نبود دور زمان ده. یه نداشتگی خونه نداشتگی 15-20 تا گوسفند داشت نداشتگی خونه که خونه‌ای با خیلی لولوکای رایون خیلی چراگوشون تنگ بود کمتر بود 10 تا 20 تا گوسفند داشتن. تو چی گفتیستی وابشه کجا گرفتیستی گپورا امام علی رحمان. من نمیفهمم. یا این همی طرفدارای امام علی رحمان هم رنگ خونه امام علی رحمان زمانش گدای نون دیدگی نبودن اولوچه قد شکر و خوردگی هستن نه وکین امام علی را دیدن خیال کردن دنیا همی است. یا خونه نرمالی توجیکستانی که ما دعوا داریم که 3-4 هزار سال تاریخ داریم 10,000 سال تاریخ داریم پس تاریخ ما نول است. امام علی سر کنیم تاریخ میفهمه نمیره. خدا که ما بیشو گپ زده نیستم برای شما یکی امام علی رحمان جون تگردم
خونه خودتونه، پدر بیناموسی خودته. من میگم که رحمت مادر ده که با مولچه پولچه شما را کلان کرده است، یا بلا کرده شکر کرده. نیکی خونه مردم با خونه اوتت برابر نکه. مردم چولبریان ده 3 شب و 3 روز توی میدادن، نکردگیش 2 روز توی میداد. تو میفهمی؟ نبودن ده یا تا دو طبقه میکشتن، 2 تا 3 تا گوسفند دیگه میکشتن. ما خوردگی گوسفندار اگر گرگ دبتی گرگ دوله نمیشه میبره. میفهمیم مالی؟ تو چی را گفتی استی؟ طول چه خوردگی مالی؟ او پرابلم ایت است، پرابلم اویله شما است. نیکی خونه مردم در پیش اکرام برآمده، تو رهبری دولت هستی، پرزیدنت هستی. یعنی این گپ با کدام عقلت گفته است که مردم وقتش هیچی نداشتن، گوشت نبود، خام شکر و خربزه قطعی نونی گرم میخوردن. من نمیفهمم تو. اما آدمایی که خونو تو رنگ ممالی بود کامنتر از بنازی رنگ ممالی زندگی میکردی. همین کدامی که خونهش نرمال زندگی میکردم چون انسان یک پخته دا آو میدودگی انسان، پخته دا آو میدودگی انسان پس ولیت میکرد که 3 4 5 فرزند چه استودنت کنه بخونه با پولی پخته و تیش. 5 فرزند استودنت کنه بخونه بخرونه بپشونه با خونش در نبات قند و گوشتش کنده نباشه، با یک پولی پخته و دادن. سالو اینم 50 55 57 60 65 و 70 سالو. اونام امام علی را بچگی سالوش. من نمیفهم خیلی مالجان اوتت بناموس باشه ای به ما نیست. یکی حضور هیچ وقت تاجیکستان رو به خونه خیتون برابر نکرد. تاجیکستان تو میفهمیدگی برای این زندگی نمیکرد. نمیدونم که گرد اطرافای شما یگون بناموسو محله بناموسو بودن یگون چیا بودن که نمیدونم. نیکی مردم دستاتش زندگی میکرد. خونه تون بود باشه بنویسین در کامنتر شرایط خونه تون تویاتون چخیل میگذشت. چند تا گاو میکشتین در یک تویاتون، اکاتون زن گرفتگی همون سال زمان ده، اماکیتون زن گرفتگی دیدگی هستین. چند گاو کشتگیان در تویشون، چه روز توی دادگیان. توی ای 3 روز کم نمیشید توی شب و عروس. یه روز در خونه داماد میکردن، یه روز در خونه اوجا میکردن، با یه روز دیگه عروس هم میآوردن اینجا میکردن. 3 روز توی میشید. خصوصا لقایا 1 هفته توی میکردن. 1 هفته. خلقا 4 5 روز توی میکردن. تویشون 4 5 روز. لقایا 4 5 روز تا 1 هفته را تویشون دوام میداد. 1 هفته مال میکشتن توی میکردن. خلقا هم خیلی بدن قریب 1 هفته تویشون دوام میداد. حتی که ما دیدگی هستم همین چیزا را که 1 هفته توی کردگیان. نه دخترای خلوم شد دادگیان. 1 هفته توی میشید. 2 3 روز در اینجا توی میکردن، 2 3 روز در اونجا توی میکردن. با کلین آورده با 1 روز 2 روز دیگه توی در اینجا دوام میدادن. با مهمونا 1 هفته دیگه بعد ای توی مهمونا ای دور اومدگی 1 هفته دیگه در اونجا خواب میکردن. رنگ توی واری روزی درست مالکشی و اوقات کنی و دیگو داوا کلین برو و کلین بچه ای کجا گرفتی تو امام علی رحمان؟ تو در کدام عصر زندگی که اگه سلچه نه مارسا یگونجو نغلطی ده باشی یا همین رنگ تشریف واری همین الفا یا شعر با تمام الفاویت خونده استی تو. تای انگور هم میره همین گپ تا میگوی، تای خربزه هم میره همین گپ تا میگوی. نمیدونم تو دیوانه ای هشیاری تو. زنده باشین دوستای عزیزم. بنویسین با خدای تری نمونینی اخمقای تری هرچی گفتم میگیره. خیلی گرد اطراف شما هم خیلی گشنه بوده است. نه که شما بنویسین زندگیتونه چه زندگی داشتین، بنویسین در کامنت ببینن اما بخونن که خلق زندگی داشت. یه هر بلای دا زد نزد پدرنالت بعدی تو اومدن شیده می وطنم خیلی. زنده باشه، خونتون آباد باشه. پدیلیت پد پیشکر فراموش نکنید.